یک جوانی در صفحه اینترنتی خود می نویسد: این نامه من برای آنهایی که والدینشان در حیات هستند، خصوصا مادرشان. پدرم 12 سال پیش از دنیا رفتند و همان سال مادرم مرا عائله‌دار کرد. زیاده از 10 سال است که من در الوهیدگی زندگی می کنم. روزی همسرم به من گفت: عزیزم، هزاران شکر که شما هستید و ما زندگی خوش و خوشبختانه داریم. رحمت به شما که مرا زیغ شدن نمی گذارید. هر بار به سیر و گشت به هر خیل آشخانه و قهوه خانه می برید و من شما را خیلی دوست می دارم. لیکن در دنیا یک زنی هست که شما را صدها مراتب از من هم زیادتر دوست می دارد. من گفتم: نه، تو برای من یگانه هستی و در حیات من یگان زنی دیگری نیست. او گفت: گپ درباره مادر شما رفته ایستاده است. چی می شد که به سیر و گشت با آن جایهایی که مرا می برید همراه مادر روید؟ این سخنانی همسرم به من خیلی تاثیر کرد. بله، آخر طول 12 سال یگان مراتب با مادرم به فرصت ننشستم، او را به هیچ کجا نبردم. شاید از سبب سرکاریم باشد. البته هر بار به او زنگ میزنم، پیش او میروم، اما با وقتی تنگ. از او میپرسم: مادر، یگان کمبودی نداری؟ با تو یگان چی لازم نیست؟ آخر با جز صحبت من، با جز مهر فرزندی من به مادر چیزی لازم نیست. در حال به مادرم زنگ زدم، گفتم: مادر جان، پگاه آماده شوید، همراه به تماشا میبرایم، تو را به سیر و گشت میبرم و بیگاهی به یک قهوه خانه در آمده خوراک خورده استراحت کرده می آییم. مادر خواطر شد، گفت: پسرم، تشویش نکش، از پی کار و بارت شو، من مغز هستم، به من هیچ چیز لازم نیست. گفتم: مادر جان، پگاه آماده شوید، من میروم، گپ تمام. و روز دیگر به خانه این مادر رفتم. دیدم که مادرم مرا در پشت تیرزه انتظار است. او چنان یک کرته زیبا پوشیده بود که من 12 سال مادرم را این خیلی زیبا ندیده بودم. این آخران کرته ای که پدرم در زادروزی مادرم تحفه کرده بوده است. ما با مادر خیلی سیر و گشت کردیم، به همه جایهای زیبای شهر رفتیم، رسم گرفتیم و شام هم نزدیک شد. ما به همان آشخانه که من همراه عائله‌ام میرفتم با مادر در آمدیم. پیش خدمت به ما نامگوی خوراک ها را آورد. از بس که چشمان مادرم خیره شده بودند، من نامگو را گرفتم و گفتم: مادر جان، من نامی خوراک ها را میخوانم، شما دل خواهتان را انتخاب کنید. و یک به یک نامی خوراک ها را خواندم. مادرم خاموش به من نگاه کرده تبسم میکرد. فکر کردم مادرم سیر باشد یا این خوراک ها به او معقول نشدند. مادرم گفت: میدانی پسرم، دوره های کودکی تو به یادم آمد. من هر بار تو را به همین آشخانه می آوردم و عیناً به همین میز می نشستیم. از بس که تو خرد بودی، خوانده نمی توانستی، نام خوراک را من می خواندم، تو انتخاب می کردی. اشک از چشمانم جاری شد. ما با مادر یک جای خوراک خوردیم. درباره شادروان پدرم درباره کودکی های من نقل کرد. مادرم گفت: پسرم، رحمت به تو، من خود را خیلی خوشبخت می حسابم، زیرا چنین فرزند دارم. و گفت: پسرم، دفعه آینده من تو را همراه عائلت به اینجا تکلیف می کنم و این دفعه ضیافت از حساب من است. و تبسم کرد. من او را برده به خانه ماندم. بعد به خانه خود رفتم که همسرم گفت: سیر و گشت چه خیر شد؟ استراحت مغز گذشت؟ مادر خرسند شدند؟ گفتم: رحمت به تو همسری عزیزم، اگر تو مرا هشدار نمی کردی و به من همین مصلحت را نمی دادی، من خود با تشویش کار و باری حیات آواره شده به مادرم اهمیت هم نمی دادم. از بین ماهی نگذشته
مادرم از عالم درگذشت. چنان غم و غصه مرا فراگیر شد که گویا زمین و آسمان به هم دیگر برخورده باشند. فکر کردم مرگ مادر برای من جزایی بود که او را در حیات قدر نکردم. شب و روز فکر میکردم که یگان لحظه را به یاد دارم که کمی هم باشد به دلم تسکین بخشد. همان لحظه که با مادر نشسته خوراک شام خورده بودیم به یادم آمد که گفته بود رحمت به تو پسرم، من از تو راضی هستم، از تو راضی هستم. انا همین سخن مادر به من صبر و تمکین بخشید. دیری نگذشته از همان آشانه که من همراه مادر نشسته بودیم یک کاغذی آمد که نوشته شده بود پسرم، من از تو روسی به این آشخانه آمده برای یک خوراک شام مبلغ داده آمدم. اگر من ناگاه از دنیا گذشته مانم تو همراهی همسرت به اینجا بیا و رحمت به همسری تو که به من این شام ناتکرار را تحفه کرد. بیچاره مادر در لحظه های آخرین حیات خود هم به وعده خود وفا کرد.